در میان ویرانه‌های جنگ کره، یه سرباز ترک دختر بچه 5 ساله رو پیدا میکنه که هیچ کس رو نداشت. اون روز هیچ کدومشون نمیدونستن این دیدار کوتاه پیوندی رو میسازه که حتی 60 سال جدایی هم نمیتونه اونو از بین ببره. سال 1950، هزاران کیلومتر اون طرفتر از ترکیه، جنگی در شبه جزیره کره آغاز شده بود. جنگی که خیلی از مردم ترکیه تا چند ماه قبل شاید حتی تصور نمی‌کردن روزی پای جوانهای کشورشون رو هم به اونجا باز کنه. در همون روزها سلیمان دیلبرلی، جوانی 25 ساله بود، سربازی از ترکیه که مثل هزاران جوان دیگه زندگی و آینده‌ای پیش روی خودش داشت. اما وقتی ترکیه تصمیم گرفت نیروهاش رو برای پیوستن به نیروهای سازمان ملل به کره اعزام کنه، نام سلیمان هم در میان سربازانی قرار گرفت که قرار بود راهی اون سوی دنیا بشن. در 17 سپتامبر 1950 تیپی متشکل از بیش از 5000 سرباز ترک عازم کره شد و سلیمان هم یکی از اونها بود. سفر کوتاهی نبود. سلیمان داشت از خونه و سرزمین خودش دور میشد، به کشوری میرفت که نه زبان مردمش رو میدونست و نه چیزی از زندگی اونها میشناخت. وقتی نیروهای ترک به کره رسیدن، دیگه اون چه پیش رویشون بود با چیزهایی که در آموزش‌های نظامی دیده بودن فرق داشت. روستاهای ویران شده، خونه‌هایی که چیزی از اونها باقی نمونده بود، خانواده‌هایی که از هم جدا شده بودند و کودکانی که جنگ خیلی زودتر از آنچه که باید اونها رو با ترس و مرگ آشنا کرده بود. سلیمان اومده بود اونجا تا سرباز باشه، اسلحه به دست بگیره و مأموریتش رو انجام بده و اگه زنده موند روزی به ترکیه برگرده. هنوز نمیدونست که در همین سرزمین غریبه قرار کسی سر راهش قرار بگیره که سالها بعد وقتی از جنگ حرف میزنه دیگه فقط گلوله و میدان نبرد رو یاد نکنه، بلکه از دختر بچه‌ی 5 ساله حرف بزنه که روزی اون رو بابا صدا خواهد کرد. تاریکی شب روی روستا افتاده بود. بوی دود هنوز در هوا بود و هر از گاهی صدای شلیک از دور شنیده میشد. سلیمان و چند تا سرباز دیگه با احتیاط از میان خونه‌های عبور می‌کردند که جنگ چیزی جز دیوارهای شکسته و تیکه چوب‌ها و خاک از اونها باقی نگذاشته بود. سلیمان ناگهان ایستاد. فکر کرد صدایی شنیده. دستش رو بالا برد تا بقیه هم توقف کنن. چند ثانیه همه ساکت بودن. این بار دوباره شنید. صدای ضعیفی بود. شبیه گریه. سلیمان به طرف صدا رفت. پشت بخشی از یک دیوار فرو ریخته چیزی تکون میخورد. نور رو به اون سمت گرفتن. یه دختر بچه بود. شاید بیشتر از 5 سال نداشت. لباسهاش خاک‌آلود بود، موهاش به هم ریخته و صورت کوچیکش از خاک و اشک کثیف شده بود. خودشو گوشه‌ای جمع کرده بود و با چشمایی پر از ترس به مردایی نگاه می‌کرد که لباس نظامی پوشیده بودن و اسلحه به دست داشتن. سلیمان چند لحظه همونجا وایستاد. دختر اونقدر کوچیک بود که برای نگاه کردن به سلیمان باید سرش رو کاملاً بالا می‌گرفت. سلیمان آروم اسلحه‌شو پایین آورد. یک قدم به طرفش رفت. دختر فوراً خودشو بیشتر به دیوار چسبوند، زانوهاشو بغل کرد و سرشو پایین انداخت. سلیمان ایستاد، دیگه جلو نرفت. آروم چیزی به ترکی گفت. دختر سرشو بلند کرد. هیچ چیز نفهمیده بود. سلیمان دوباره با صدای آرومتر حرف زد. بازم جوابی نشنید. بعد دستش رو به طرف دخترک دراز کرد. دخترک به دستهای بزرگ سرباز نگاه کرد و خودش رو عقب کشید. سلیمان دستش رو پس نکشید، همونجا موند. نه جلو رفت نه سعی کرد اون رو به زور بلند کنه. فقط منتظر موند. چند لحظه گذشت. دختر آروم سرش رو بالا آورد.
اول به صورت سلیمان نگاه کرد. بعد دوباره به دستی که مقابلش بود. دستای کوچیکش رو از دور زانوهاش باز کرد و با تردید یکی از اونها رو جلو آورد. لحظه‌ای مکث کرد و بالاخره انگشت‌های کوچیکش رو در دست سلیمان گذاشت. سلیمان دستش رو بست دور دست دختر. اون شب هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناختن، اما دختر باید به اون سرباز اعتماد میکرد و دختر دستهای سلیمان رو گرفته بود، اما هنوز از جاش بلند نشده بود. سرش رو بالا آورد و اطرافش رو نگاه کرد. چند مرد غریبه دورتر ایستاده بودن. همه لباس نظامی به تن داشتن و اسلحه همراهشون بود. هیچ کدومشون شبیه آدمایی نبودن که این کودک تا قبل از اون توی زندگیش دیده بود. چشماش یکی یکی از روی هر سربازی میگذشت. همه براش غریبه بودن. زبونشون رو نمیفهمید. نمیدونست از کجا آمدن و نمیدونست قراره با اون چه کنن. اما بین تمام اون نگاه‌های غریبه فقط یک دست به طرفش دراز شده بود. دست سلیمان. دختر دوباره به صورتش نگاه کرد. انگار میخواست از چشمهای اون بفهمه که میتونه به این مرد اعتماد کنه یا نه. بعد آروم از جاش بلند شد. یک قدم به سمت سلیمان نزدیک شد و ناگهان خودش رو در آغوش اون انداخت. دستهای کوچکش رو دور گردن سلیمان حلقه کرد و صورت خاک آلودش رو به شونه اون چسبوند. سلیمان برای چند لحظه بی حرکت موند. شاید انتظار داشت دختر دستش رو بگیره با همراهشون بیاد، اما انتظار این آغوش رو نداشت. آروم دستش رو پشت کودک گذاشت. دختر محکم‌تر به اون چسبید. دیگه حاضر نبود از اون جدا بشه. همونجا بود که چیزی برای سلیمان تغییر کرد. تا چند دقیقه قبل اون فقط کودکی رو در بین خرابه‌های جنگ پیدا کرده بود که باید به جایی امن رسونده میشد. اما حالا اون کودک از بین تمام آدمایی که اطرافش بودن اون رو انتخاب کرده بود و سلیمان نمیدونست خانواده‌اش کجا هستن. حتی اسم واقعی دختر رو هم نمیدونست. اما وقتی اون دو دست کوچیک رو دور گردنش احساس کرد، تصمیمش رو گرفت. تا زمانی که این دختر کسی رو نداره، من مراقبش میمونم. سلیمان اونو در آغوش گرفت. از میان خرابه ها بلند شد و همراه سربازها راه افتاد. دختر هنوز سرش رو شونه اون بود و اینگونه کودک 5 ساله‌ای که حتی نامش رو نمیدونستن همراه یک سرباز 25 ساله ترک وارد اردوگاه شد. وقتی سلیمان با دختر بچه‌ای در آغوشش به اردوگاه برگشت، نگاه سربازها یکی یکی به طرفشون برگشت. هیچکس انتظار نداشت سلیمان از مأموریت اون شب با یک کودک برگرده. یکی از سربازها جلو اومد و با تعجب پرسید: این بچه رو از کجا آوردی؟ سلیمان گفت: تنها بود، توی خرابه ها پیداش کردم. دختر هنوز دستهاشو دور گردن سلیمان حلقه کرده بود. حاضر نبود پایین بیاد. هر بار که یکی از سربازها به اون نزدیک میشد، صورتش رو روی شونه‌های سلیمان پنهان میکرد. سربازها کم کم دورشون جمع شدن. یکی چیزی برای خوردن آورد، یکی ظرف آبی پیدا کرد، یکی هم یه پتو آورد تا دور بدن دختر کوچیک بپیچونن. سلیمان آروم اون رو روی زمین گذاشت و غذا رو جلوش گذاشت. دختر اول به غذا نگاه کرد، بعد به سلیمان. انگار حتی برای خوردن هم منتظر بود مطمئن بشه این مرد اجازه نمیده اتفاق بدی براش بیفته. سلیمان با دست اشاره کرد: بخور. دختر کلمه‌ای رو نمیفهمید، اما اشارهش رو فهمید. آروم شروع به خوردن کرد. سربازها ساکت نگاش میکردن. شاید اون لحظه برای چند دقیقه یادشون رفت که وسط یک جنگ ایستادن. بعد سلیمان سعی کرد از اون اسمش رو بپرسه. به خودش اشاره کرد و گفت: سلیمان، سلیمان. بعد به دختر اشاره کرد: تو اسمت چیه؟ دختر فقط نگاش کرد. دوباره امتحان کرد: من سلیمان. تو اسمت چیه؟ دستش رو سینه‌اش میکوبید و بعد دوباره به اون اشاره میکرد. اما دختر یا منظورش رو نمیفهمید یا اونقدر ترسیده و آشفته بود که نمیتونست چیزی بگه. هیچ کس اسمش رو نمیدونست. اون شب وقتی صورت دختر رو تمیز کردن، سلیمان تازه تونست چهره واقعی اون رو از زیر اون همه خاک ببینه. صورت کوچیکی که حالا دیگه از اشک و خاک پوشیده نبود. شب گذشته بود و
نور ماه روی اردوگاه افتاده بود. در روایت مشهور زندگی اونها اومده که سربازای ترک به دلیل چهره دختر که براشون یادآور ماه بود نام آیلا رو براش انتخاب کردن. نام ترکی که با ماه پیوند داره. سلیمان آروم صداش کرد آیلا. دختر به طرفش برگشت. سلیمان دوباره گفت آیلا. این بار لبخند کوچیکی روی صورت دختر نشست. از اون شب به بعد برای سربازهای ترک اون کودک بینام دیگه آیلا بود. اما مسئله فقط پیدا کردن یک اسم نبود. حالا باید تصمیم می‌گرفتن که با اون چه کنن. جنگ ادامه داشت. اردوگاه نظامی جای یک دختر بچه 5 ساله نبود. هر لحظه ممکن بود نیروها جابجا بشن یا مأموریتی تازه آغاز بشه. اما آیلا یک مشکل دیگه هم داشت. از سلیمان جدا نمیشد. اگه سلیمان چند قدم از اون دور میشد، چشمهای آیلا به دنبالش میگشت. شب وقت خواب رسید، سلیمان براش جایی کنار خودش آماده کرد و پتو رو روش کشید. چند دقیقه بعد فکر کرد دختر خوابیده. آروم بلند شد. هنوز 2 قدم بر نداشته بود که صدای کوچیکی از پشت سرش شنید. برگشت. آیلا بود. بیدار شده بود و با التماس نگاش میکرد. سلیمان دوباره کنارش نشست. دختر دست کوچیکش رو جلو آورد و گوشه لباس نظامی اونو گرفت. انگار تنها چیزی که میخواست این بود که وقتی چشماشو میبنده مطمئن باشه که وقتی دوباره بازشون میکنه سلیمان هنوز همونجا کنارشه. سلیمان همون شب کنار اون موند و چیزی که قرار بود شاید فقط نجات دادن یک کودک از بین خرابه ها باشه آروم آروم داشت شکل دیگه‌ای پیدا میکرد. آیلا دیگه فقط کودکی نبود که سلیمان پیدا کرده بود. کم کم داشت تبدیل میشد به دختر سربازهای ترک و بیشتر از همه دختر سلیمان. روزهای اول آیلا تقریباً 1 قدم هم از سلیمان فاصله نمی گرفت. اگه سلیمان کنار چادر می نشست، آیلا هم همون نزدیکی می نشست. اگه برای چند دقیقه از اردوگاه دور می شد، دختر کنار ورودی وامیستاد و تا زمانی که دوباره قامتش رو از دور نمی دید، آروم نمی گرفت. سربازای دیگه خیلی زود فهمیدن این دختر کوچیک فقط به یک نفر اعتماد داره. اونم سلیمانه. اما کم کم خود اونها هم وارد دنیای آیلا شدن. یکی براش یه تیکه نان کنار میگذاشت و یکی از سهم خودش چیزی پیدا میکرد و یواشکی به دستش میداد. یکی هم هر بار که از کنارش رد میشد صورت و شکلک خنده‌داری در می آورد تا شاید لبخندی روی صورتش بنشونه. روزهای اول آیلا بیشتر نگاه میکرد. بعد کم کم شروع کرد به خندیدن و چند هفته نگذشته بود که صدای خنده یک کودک 5 ساله میان صدای چکمه ها و فرمان های نظامی و رفت و آمد سربازها دیگه چیز عجیبی نبود. زبان ترکی رو هم همینطور یاد می گرفت. با زندگی کردن بین اون همه مرد وقتی تشنش می شد یه لیوان رو نشون می داد و می گفت سو آب. وقتی غذا می آوردن کلمه ها رو براش تکرار می کردن. وقتی می خواستن صداش کنن با دست اشاره می کردن آیلا بیا. او هم کلمه رو با همون لهجه کودکانش تکرار می کرد. گاهی اونقدر اشتباه می گفت که سربازها از خنده ریسه می رفتن. آیلا دلیل خندهشون رو نمی فهمید. اما وقتی اونا می خندیدن خودش هم می خندید. کم کم کلمه ها بیشتر شدن. اسم سربازها رو یاد گرفت. فهمید وقتی یکی میگه بیا یعنی باید نزدیک بشه. فهمید نون چیه، آب چیه، بخواب یعنی چی. گاهی سربازها نامه‌هایی از ترکیه می‌گرفتن، عکس زن و بچه‌شون رو به هم نشون میدادن. یه روز یکی از سربازها عکس کوچیکی از خانواده‌اش بیرون آورد. آیلا نزدیک شده بود و با کنجکاوی به عکس نگاه میکرد. مرد انگشتش رو روی تصویر خودش گذاشت. بعد به بچه‌ای که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت من بابا. آیلا نگاش کرد. مرد دوباره گفت بابا. دختر آروم تکرار کرد بابا. سرباز خندید. سرشو تکون داد. آفرین بابا. از اون روز آیلا این کلمه رو هم شناخت. فهمید بابا یعنی مردی که بچه‌ای کنارش میسته، دستش رو میگیره، مراقبشه و وقتی میترسه
به طرف اون میره. چند روز بعد سلیمان برای مأموریتی از اردوگاه بیرون رفت. اون روز آیلا مثل همیشه کنار ورودی اردوگاه منتظر ماند. هر بار گروهی از سربازها برمیگشتن از جاش بلند میشد و بین صورتها میگشت. سلیمان نبود. شب شد. آیلا حاضر نبود بخوابه. یکی از سربازا سعی کرد اونو به داخل ببره، اما دختر سرشو تکون داد و دوباره به جاده نگاه کرد. ساعتها بعد صدای چند نفر از دور اومد. آیلا بلند شد. چشم دوخت به تاریکی. سلیمان رو دید. خسته بود. لباسش خاکی شده بود و آروم به سمت اردوگاه می اومد. آیلا شروع به دویدن کرد. سلیمان هنوز درست نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده که دختر خودش رو به اون رسوند و به پاهاش چسبید. خم شد و اونو بلند کرد. آیلا دستاشو دور گردنش حلقه کرد. سلیمان لبخند زد و گفت چی شده؟ فکر کردی بر نمیگردم؟ آیلا بیشتر به اون چسبید. چند لحظه هیچی نگفت. بعد سرش رو از روی شونه سلیمان بلند کرد. به صورتش نگاه کرد. کلمه ای رو که یاد گرفته بود آروم و با تردید گفت بابا. سلیمان فکر کرد اشتباه شنیده. لبخندش محو شد. فقط نگاش کرد. یکی از سربازایی که کنارشون ایستاده بود ساکت شد. آیلا دوباره گفت بابا. این بار واضح‌تر. سلیمان چیزی نگفت. فقط دختر رو محکم‌تر در آغوش گرفت. چشماش خیس شده بود. تا اون روز شاید خودش به دیگران میگفت که این بچه رو پیدا کرده و از اون مراقبت میکنه. اما اون شب آیلا برای اولین بار به اون اسم دیگه‌ای داده بود. اون دیگه برای آیلا فقط سلیمان نبود. بابا بود. سلیمان صورتش رو کنار موهای آیلا گذاشت و چند لحظه همونطور ایستاد. از اون شب وقتی سربازها به شوخی میگفتن سلیمان دخترت دنبالت میگرده، دیگه نمیگفت اون که دختر من نیست، چون برای خودش هم آروم آروم داشت حقیقت پیدا میکرد. در اون اردوگاه بین جنگی که خانواده ها رو از هم جدا میکرد، یک خانواده کوچیک و عجیب شکل گرفته بود. یک دختر کره‌ای 5 ساله، یک سرباز ترک 25 ساله و مردانی با لباس نظامی که هر کدوم به شکلی سهمی در بزرگ کردن این کودک پیدا کرده بودند. آیلا دیگه فقط برای غذا و امنیت کنار سلیمان نمیموند. وقتی خوشحال بود اول دنبال اون میگشت، وقتی میترسید به طرف اون میدوید و شبها وقتی میخواست بخوابه فقط کافی بود بدونه بابا همون نزدیکیه. چند ماه از اومدن آیلا به اردوگاه گذشته بود. دیگر اون دختر ترسیده‌ای نبود که با لباس خاک‌آلود گوشه خرابه خودش رو جمع کرده بود. حالا صبحا که از خواب بیدار میشد سربازا رو میشناخت. اسم بعضی‌هاشون رو صدا میزد، چند تا جمله ترکی بلد بود و مهمتر از همه میدونست که اگه سلیمان رو پیدا کنه همه چیز خوبه. حتی برای خودش توی اردوگاه کارایی رو داشت. گاهی کنار سربازا میشست و با دقت نگاه میکرد که کفش‌هاشون رو واکس میزنن. گاهی کلاه یکی از اونا رو برمی‌داشت و روی سر کوچیکش میذاشت. کلاهی که انقدر بزرگ بود که تا روی چشماش پایین میومد. سربازا میخندیدن و آیلا هم با دیدن خنده اونا میخندید. کم کم برای سلیمان هم روشن شده بود که هر چقدر هم خودش و سربازها مراقب آیلا باشن، اردوگاه نظامی جای بزرگ شدن یک کودک نیست. اما آیلا تنها نبود. جنگ کره هزاران کودک رو بی خانه و بی سرپرست کرده بود. بچه هایی که بعضی پدر مادرشون رو از دست داده بودن و بعضی حتی نمیدونستن خانواده‌شون زنده هستن یا نه. نیروهای ترک هم هر روز بیشتر با این کودکان روبرو می شدن و سرانجام تصمیم گرفتن براشون جایی درست کنن، جایی که دست کم برای چند ساعت در روز صدای درس و بازی جای صدای جنگ رو بگیره. مدرسه‌ای برای کودکان جنگ. برای آیلا رفتن به اونجا اتفاق کوچیکی نبود. تا اون روز دنیاش خلاصه شده بود توی اردوگاه، سربازها و مهمتر از همه بابا سلیمان. وقتی اولین بار سلیمان اون رو به اونجا بود، آیلا دستش رو محکم گرفته بود و اطرافش رو نگاه میکرد. این بار به جای مردانی با لباس نظامی بچه ها رو هم میدید. دخترها و پسرهایی تقریباً همسن خودش. بعضی هاشون آروم و گوشه‌گیر بودن، بعضی ها بازی میکردن و بعضی درست مثل روزهای اول آیلا
با چشم‌های محتاط به آدم‌های اطرافشون نگاه می‌کردن. شاید آیلا برای اولین بار فهمید تنها کودکی نیست که جنگ چیزی از اون گرفته. سلیمان خم شد و چیزی به اون گفت. آیلا دستش رو رها نکرد. سلیمان لبخند زد و با دست بچه‌ها رو نشون داد. اما آیلا به جای اونها به صورت سلیمان نگاه میکرد. انگار فقط یک سوال داشت. تو هم میمونی؟ سلیمان مدتی کنارش موند. بعد بالاخره آیلا آروم دستش رو رها کرد و چند قدم به طرف بچه‌ها رفت. چند قدم بیشتر نرفته بود که دوباره برگشت. سلیمان هنوز همونجا بود. دوباره جلو رفت. باز برگشت و نگاه کرد. سلیمان هنوز همونجا بود. این بار کمی بیشتر دور شد و شاید همون روز بود که آیلا برای اولین بار بعد از مدت‌ها دوباره تونست مثل یک بچه رفتار کنه. بدوه، بازی کنه و با بچه‌های دیگه بخنده. اما هر چند دقیقه یک بار نگاهش به دنبال همون لباس نظامی آشنا می‌گشت. بابا سلیمان. این مدرسه در واقعیت وجود داره. نیروهای ترک در شهر سوان برای کودکان یتیم جنگ مرکزی ایجاد کردند به نام آنکارا اسکول. در منابع کره اومده که نیروهای ترک از کودکان جنگ زده در اونجا نگهداری میکردن و برای آموزش و زندگی اونها امکاناتی فراهم کرده بودند. آیلا هم به همین محیط منتقل شد، اما حضورش در مدرسه به معنای تموم شدن رابطش با بابا سلیمان نبود. برعکس، حالا زندگیشون شکل تازه‌ای پیدا کرده بود. صبح‌ها آیلا میتونست میون بچه‌ها باشه، درس بخونه و بازی کنه، اما سلیمان همچنان همون کسی بود که منتظر دیدنش میموند. گاهی کافی بود صدای قدم‌هاشو بشنوه، سرشو بلند میکرد. اگه سلیمان بود، لبخند تمام صورتشو میپوشوند و به طرفش میدوید. سلیمان هر بار که میتونست به دیدنش میومد، برای آیلا شاید دنیا دوباره داشت آروم آروم شکل طبیعی تری پیدا میکرد. مدرسه، بچه‌های دیگه، غذا، جایی برای خوابیدن و مهمتر از همه، هنوز بابا رو داشت. ماها به همین شکل گذشت. آیلا بزرگتر میشد. ترکی رو بهتر میفهمید و رابطش با سلیمان هر روز عمیق‌تر میشد. اما چیزی وجود داشت که یک کودک 5 ساله از اون خبر نداشت. سربازها قرار نبود برای همیشه توی کره بمونن. هر کدومشون روزی باید مأموریتشون رو تمام میکردن و به کشور خودشون برمیگشتن. و یک روز خبری به سلیمان رسید که احتمالاً از همون لحظه‌ای که آیلا برای اولین بار اونو بابا صدا زده بود، از شنیدنش میترسید. زمان بازگشتش به ترکیه نزدیک شده بود و حالا یک سوال پیش روی سلیمان قرار داشت. آیلا چی میشه؟ روزی که خبر رسید مأموریت سلیمان تموم شده و باید به ترکیه برگرده، همه انتظار داشتن خوشحال باشه. ماه‌ها بود که از خونه دور مونده بود. جنگ دیده بود، مرگ دیده بود و شب‌های زیادی رو دور از خانواده و سرزمینش گذرونده بود. حالا بالاخره میتونست برگرده. اما سلیمان وقتی خبر رو شنید فقط به یک نفر فکر میکرد. آیلا. اون شب وقتی به دیدنش رفت مدت زیادی نگاش کرد. آیلا بیخبر از همه چیز براش از اتفاقات روزش حرف میزد. گاهی کلمه‌ای رو اشتباه میگفت و خودش هم میخندید و دوباره تکرارش میکرد. برای اون همه چیز مثل روز قبل بود. بابا اومده بود، فردا هم میومد. پس فردا هم میومد. سلیمان چند بار خواست حرفش رو شروع کنه اما نتونست. چطور باید برای اون کودک توضیح میداد که مردی که اونو از بین خرابه ها بلند کرده، شبها کنارش مونده و حالا اون بابا صداش میکنه، قراره به کشوری که هزاران کیلومتر اون طرفتره بره. از مسئولان پرسید آیا میتونه آیلا رو با خودش به ترکیه ببره؟ میگفت این بچه کسی رو نداره. من ازش مراقبت میکنم. من میبرمش ترکیه. خودم بزرگش میکنم. اما مسئله به این سادگی نبود. آیلا یک کودک کره‌ای بود. برای خارج کردنش از کشور مجوز و مدارک لازم بود و سلیمان نمیتونست فقط دستش رو بگیره و سوار کشتی بشه. هر دری رو که زد جواب همون بود. نمیشه. اما سلیمان هنوز حاضر نبود قبول کنه. چند روز بعد آیلا متوجه شد سربازها دارن وسایلشون رو جمع میکنن. چمدونا بیرون اومده بود و جعبه ها بسته میشد. آیلا کنار سلیمان نشست و پرسید
بابا کجا میری؟ سلیمان نگاش کرد. دیگه نمیتونست پنهون کنه. باید برگردم ترکیه. آیلا چند ثانیه نگاش کرد. بعد خیلی ساده گفت منم میام. سلیمان چیزی نگفت. آیلا دوباره گفت بابا منم میام. برای اون اصلاً چیزی برای فکر کردن وجود نداشت. بابا میرفت، پس آیلا هم باید میرفت. اما سلیمان میدونست اجازه نمیدن و درست همینجا بود که فکری به ذهنش رسید. به چمدونی که جلوش بود نگاه کرد. بعد به آیلا. دختر اونقدر کوچیک بود که شاید میتونست داخل چمدون جا بگیره. فکر عاقلانه‌ای نبود، اما سلیمان دیگه دنبال یک راه عاقلانه نمیگشت. فقط میخواست دخترش رو با خودش ببره. چمدون رو باز کرد. بخشی از لباس‌ها و وسایلش رو بیرون آورد. آیلا با تعجب نگاش میکرد. سلیمان کنارش نشست. آروم براش توضیح داد که باید برای مدتی داخل چمدون پنهان بشه. شاید آیلا تمام حرفاشو نفهمید، اما یه چیز رو فهمید. اگه داخل این چمدون بره، میتونه همراه بابا به ترکیه بره. برای همین مخالفت نکرد. سلیمان کمکش کرد داخل چمدون بشینه. دختر زانوهای کوچیکش رو جمع کرد و خودش رو بین لباسا جا داد. سلیمان به اون نگاه کرد. آیلا از داخل چمدون به صورتش نگاه میکرد. شاید برای اون حتی شبیه یک بازی بود. سلیمان آروم گفت باید ساکت باشی. آیلا سرش رو تکون داد. سلیمان در چمدون رو پایین آورد. اما نتونست همون لحظه ببنده. دوباره بازش کرد. به دختر نگاه کرد. نفسش گرفت. این همون کودکی بود که روز اول از بین خرابه ها بلند کرده بود. حالا داشت اونو توی چمدونش پنهون می‌کرد. فقط برای اینکه مجبور نباشه دوباره تنهاش بذاره. آروم صورتش رو نوازش کرد. نترس، بابا اینجاست. بعد در چمدون رو بست. سلیمان چمدون رو برداشت و همراه بقیه راه افتاد. اما نقشه‌ای مثل این نمیتونست با آسونی عملی بشه. هنگام خروج و کنترل وسایل ماجرا آشکار شد. چمدون رو باز کردن و اونجا بین لباسهای یه سرباز ترک دختر بچه‌ای نشسته بود. آیلا. دیگه جایی برای توضیح نبود. به سلیمان گفتن نمیتونه اونو با خودش ببره. منتها این بار خیلی قاطعانه. آیلا باید توی کره میموند. سلیمان به دخترش نگاه کرد. تمام راههایی که امتحان کرده بود تموم شده بود و شاید همون لحظه برای اولین بار واقعا فهمید این بار بدون آیلا باید برگرده. اما آیلا هنوز کنار چمدون ایستاده بود و با چشمانی نمناک به اون نگاه میکرد. صبح روز رفتن بالاخره رسید. از همون اوایل صبح اردوگاه حال دیگه‌ای داشت. چمدونا بسته شده بود، سربازها وسایلشون رو تحویل میدادن و هر کس برای حرکت آماده میشد. کنار سلیمان تکون نمیخورد. بعد از ماجرای چمدون دیگه فهمیده بود که قرار نیست همراهش بره. ولی هنوز شاید باور نمی‌کرد که سلیمان واقعاً اونو تنها بذاره و بره. هر جایی که سلیمان میرفت آیلا هم پشت سرش راه میافتاد. نه بازی میکرد، نه مثل روزهای قبل با سربازها حرف میزد. فقط مراقب بابا بود. انگار میترسید اگه یه لحظه چشم از اون برداره دیگه پیداش نکنه. سلیمان جلوی آیلا زانو زد. مدتی توی چشماش نگاه کرد. چه فرقی کرده بود با اون دختر بچه‌ای که 15 ماه قبل بین خرابه ها پیداش کرده بود؟ اون روز صورت کوچیکش خاک آلود بود و از ترس خودش رو جمع کرده بود و حتی یک کلمه از حرفای سلیمان نمیفهمید. حالا مقابلش دختری ایستاده بود که ترکی حرف میزد و اون رو بابا صدا میکرد. سلیمان دستای کوچیک آیلا رو گرفت. آیلا. دختر نگاهش کرد. بابا باید بره. آیلا چیزی نگفت. سلیمان ادامه داد ولی تو اینجا تنها نیستی. اینجا ازت مراقبت میکنن. آیلا هنوز فقط نگاهش میکرد. بعد پرسید بابا کی برمیگردی؟ سلیمان مکث کرد. جواب این سوال رو خودش هم نمیدونست. اما نمیتونست به اون بچه بگه شاید دیگه هیچ وقت همدیگر رو نمیبینیم. آروم گفت برمیگردم و میام دنباله. آیلا پرسید
قول میدی؟ سلیمان نگاش کرد. قول میدم. این بار درست مثل همون شب اول. همونطور که بین خرابه ها دستهای کوچیکش رو دور گردن سلیمان حلقه کرده بود، حالا هم محکم به گردنش چسبیده بود. اما اون شب از مردی غریبه پناه میخواست، امروز داشت از بابا دست میکشید. سلیمان اونو محکم در آغوش گرفت. موهای دختر پنهون کرد. دلش میخواست زمان همونجا متوقف بشه. یکی از سربازها صداش کرد. وقت رفتن بود. سلیمان آروم خواست آیلا رو از خودش جدا کنه، اما دختر گردنش رو رها نمی‌کرد. نه بابا نه. سلیمان دوباره بغلش کرد. باید برم دخترم. منم میام. همون جمله‌ای که روزهای قبل بارها گفته بود. این بار سلیمان دیگه توضیحی نداد. چه توضیحی میتونست بده؟ فقط صورت آیلا رو بین دستاش گرفت و نگاه کرد. انگار میخواست چهرش رو اونقدر خوب به خاطر بسپره که هیچ سالی نتونه از حافظش پاک کنه. بعد پیشونیشو بوسید. بهش گفت من فراموشت نمی کنم. بالاخره یکی از کسانی که در مدرسه از بچه‌ها مراقبت میکرد آیلا رو در آغوش گرفت. سلیمان چند قدم عقب رفت. آیلا دستهاش رو به طرف اون دراز کرد. بابا. سلیمان ایستاد. برگشت. دوباره به طرفش رفت و برای آخرین بار بغلش کرد. و بعد خودش رو مجبور کرد از اون جدا بشه و این بار دیگه هیچ وقت برنگشت. سلیمان همراه سربازها راه افتاد. دست کسی که نگهش داشته بود رها کرد و چند قدم پشت سرشون دوید. بابا رو صدا میکرد. سلیمان صداش رو شنید. اما اگه دوباره برمیگشت دیگه شاید توان رفتن نداشت. آیلا ایستاد و از دور نگاه کرد. مردی که 15 ماه تمام دنیای امن اون شده بود آروم آروم از مقابل چشمش دور می شد. دستهای کوچیکش رو بالا آورد. سلیمان هم از دور دستش رو بالا برد. فاصله بیشتر شد. آدم‌ها کوچکتر شدن تا جایی که دیگه آیلا نتونست تشخیص بده کدومشون سلیمانه. اما باز هم اونجا واسطاده نگاه کرد. شاید منتظر بود ناگهان یکی از اون مردها برگرده به طرفش. اونو بغل کنه و بگه آیلا بیا با هم بریم. اما هیچ کس برنگشت. اون شب برای اولین بار بعد از 15 ماه آیلا خوابید و بابا دیگه همون نزدیکی نبود. اما یه چیز براش باقی مونده بود. قول سلیمان. برمیگردم دنبالت. یه عملی شدن اون قول شاید نزدیک به 60 سال باید صبر کنه. پر دور شد. سلیمان بین سربازایی ایستاده بود که بعد از ماه‌ها جنگ بالاخره داشتن به خونه هاشون برمیگشتن. چون حرف میزدن. یکی میگفت اولین کاری که بعد از رسیدن میکنه میخواد بره دیدن مادرش. دیگری از غذایی میگفت که دلش تنگ شده بود و میخواد بخوره. همه داشتن به رسیدن فکر میکردن. اما سلیمان هنوز درگیر چیزی بود که پشت سر گذاشته بود. آیلا. آخرین تصویر دختر از جلوی چشمش کنار نمیرفت. دستهای کوچیکی که بالا آمده بود و کودکی که از دور صداش میکرد. شاید سخت‌ترین قسمت سفر برای سلیمان همین بود. اون داشت به خونه برمیگشت اما احساس میکرد کسی رو که حالا بخشی از وجودش شده بود رو پشت سر گذاشته بود. وقتی به ترکیه رسید زندگی کم کم دوباره شکل عادی خودش رو پیدا کرد. دیگه صبح با صدای اردوگاه بیدار نمیشد. خبری از مأموریت و صدای انفجار نبود. خیابونها امن بودن. مردم به زندگی روزمرهشون مشغول شده بودن. جنگ برای سلیمان تموم شده بود. اما بعضی شبها کافی بود چشمهاش رو ببنده تا دوباره خودش رو در کره ببینه. که گوشه لباسش رو میگرفت و صدای خنده هاش رو میشنید. و بیشتر از همه همون کلمه‌ای که هیچ وقت فراموش نکرده بود. سالها شروع به گذشتن کرد. سلیمان تو ترکیه زندگی خودش رو ادامه داد. ازدواج کرد و خانواده تشکیل داد. روزگار جلو رفت و اون سرباز 25 ساله کم کم مردی میان سال شد. اما در خانه سلیمان نام دختری در اون سوی دنیا فراموش نمیشد. خانواده‌اش هم میدونستن زمانی توی کره دختر بچه‌ای بوده که سلیمان اونو مثل دختر خودش دوست داشته. دختری به نام آیلا. گاهی از او حرف میزد. از روزی که پیداش کرده بود تعریف میکرد. از اردوگاه، از مدرسه و از روزی که مجبور شده بود تنهاش بذاره. شاید برای اطرافیان آیلا خاطره‌ای از دوران جنگ سلیمان بود.
اما برای خودش اینطور نبود. اون نمیتونست به آیلا فقط به چشم یک خاطره نگاه کنه، چون آخرین بار به اون دختر قول داده بود که به دنبالش برمیگرده. اما پیدا کردن یک کودک کره‌ای در سالهای بعد از جنگ اصلاً کار ساده‌ای نبود. اون زمان اینترنتی وجود نداشت، راه‌های ارتباطی امروز وجود نداشت. حتی نامی که سلیمان میشناخت نامی بود که خود سربازهای ترک برای دختر انتخاب کرده بودند. سالها گذشت. 10 20 30 سال. سلیمان پیر و پیرتر شد. موهاش سفید شد. دیگه دنیا براش عوض شده بود. اما هر باری که صحبت از جنگ کره میشد، ذهنش به یاد دختر کوچیکی میافتاد که روزی از بین خرابه ها دستش رو گرفته بود. و شاید یک سال تمام این سالها همراهش مونده بود. الان آیلا کجاست؟ بزرگ شده، ازدواج کرده، زندگی خوبی داشته؟ مهمتر از همه، آیا هنوز بابر که خودش رو به یاد میاره؟ سلیمان جواب هیچ کدومشون رو نمیدونست. هزاران کیلومتر اون طرفتر توی کره، اون دختر بچه هم دیگه 5 ساله نیست. آیلا بزرگ شده بود. حالا نوبت ماست که ببینیم بعد از رفتن بابا زندگی برای اون چجوری ادامه پیدا کرده بود. آیلا کم کم بزرگ شده بود. دیگه اون دختر 5 ساله نبود که کنار در مدرسه میایستاد و هر لباس نظامی رو که میدید چند لحظه با سلیمان اشتباه میگرفت. نوجوان شده بود و فهمیده بود زندگی قرار نیست برای همیشه از اون مراقبت کنه. باید خودش کار میکرد. اول مدتی پیش خدمت شد. سینی به دست بین میزها رفت و آمد میکرد. ظرفها رو جمع میکرد و با همون دستمزدی که میگرفت بخشی از خرج زندگیش رو در میآورد. بعد از مدتی در کارخانه لباس مشغول به کار شد. ساعتهای طولانی بین پارچه ها و لباس ها کار میکرد. روزهایی که دیگه خبری از اردوگاه و سربازهای ترک نبود و کسی دیگه اون رو به نام آیلا صدا نمیکرد، برای همه اون فقط کیم بود. بعدها کار دیگه‌ای پیدا کرد. در بخش زنان یک بیمارستان به عنوان دستیار کار میکرد. سالهای جوانیش همینطور میان کار و زندگی گذشت. در سن 24 سالگی ازدواج کرد. بعد صاحب پسری شد و کم کم خانواده خودش را پیدا کرد. اما حتی وقتی خودش مادر شد، هنوز تصویری از کودکیش جایی در ذهنش باقی مونده بود. شاید وقتی کودک خودش رو در آغوش می‌گرفت بیشتر می‌فهمید اون سرباز جوان چرا 15 ماه تمام حاضر نشده بود اون رو تنها بگذاره. سالها گذشت. آیلا کار کرد، همسر شد، مادر شد و بعد نوه‌هاش رو دید. اما یک بخش از زندگیش انگار در همون سال 1951 متوقف مونده بود. اون هنوز نمیدونست سلیمان کجاست. حتی اسم کامل مردی رو که بابا صداش کرده بود به خاطر نداشت. عکسی هم نداشت که بتونه به کسی نشون بده و بگه من به دنبال این مرد میگردم. فقط چند تا خاطره داشت و چهره‌ای که با گذشت سالها توی ذهنش پیر نمیشد. چون در ذهن اون سلیمان همیشه همون سرباز 25 ساله قهرمان بود و یک اسم براش داشت. سالها گذشت. آیلا خودش به زنی سالخورده تبدیل شده بود. شاید دیگه پذیرفته بود که بعضی از آدم‌ها رو فقط میشد توی خاطره همون نگه داشت، تا اینکه نزدیک به 60 سال بعد یک روز تلفن خونش زنگ خورد و کسی از اون طرف خط سوالی رو پرسید که آیلا انتظار نداشت در تمام عمرش دوباره بشنوه. ازش سوال شد آیا شما زمانی دختری بودین که سربازهای ترک آیلا صداتون میکردن؟ لیلا ساکت شد. برای چند ثانیه هیچ جوابی نداد. سالها بود کسی اینطور صداش نکرده بود. برای اطرافیانش اون فقط کیم اونجا بود. اما این اسم متعلق به آدم دیگه‌ای بود. به دختر بچه 5 ساله با موهای خاک‌آلود توی یک اردوگاه سربازهای ترک. گفت شما این اسم رو از کجا میدونید؟ زن دوباره چند تا سوال پرسید. از سرباز ترک، از مدرسه آنکارا و از خاطراتی که آیلا هنوز به یاد داشت. بعد نامی رو گفت که شاید آیلا سالها بود از زبان هیچکس نشنیده بود. سلیمان. آیلا گوشی رو محکم‌تر گرفت. سلیمان؟ برای چند لحظه زن 60 و چند ساله احساس کرد چیزی رو نمیشنوه. انگار دوباره همون کودک 5 ساله شده بود. پرسید
شما سلیمان رو میشناسید؟ از اون طرف سیم جواب دادن بله. آیلا پرسید سلیمان زنده است؟ چشمهاش پر از اشک شد. نزدیک به 60 سال بود که نمیدونست مردی که روزی بابا صداش میکرد کجاست. حتی نمیدونست آیا در این دنیا هست یا نه. و حالا با یک تماس تلفنی ساده فهمیده بود بابا هنوز زنده است. تقریباً همون روزها هزاران کیلومتر اون طرفتر در ترکیه خبر دیگه‌ای به پیرمردی حدود 85 ساله رسید. سلیمان سالها بود که درباره آیلا حرف میزد و از خاطراتش میگفت. تا اینکه به سلیمان هم خبر رسید آیلا رو پیدا کردیم. ذهنش نمیتونست به این سرعت این رو باور کنه. آیلا؟ بله. دنیا برای سلیمان متوقف شد. ذهنش به چندین سال قبل برگشت. تصاویری از دستهای کوچیک اون، چمدان، مدرسه و آخرین روزی که آیلا رو پشت سرش دیده بود و دنبالش میدوید. اما حالا یک چیز عجیب اتفاق افتاده بود. اون دو دیگه گم شده هم نبودن. سلیمان میدونست آیلا کجاست. آیلا هم میدونست بابا زنده است. فقط یک چیز باقی مونده بود. دیدن همدیگه. بعد از نزدیک به 60 سال قرار شد سلیمان دوباره به کره برگرده. همون سرزمینی که زمانی جوانی 25 ساله واردش شده بود، حالا قرار بود پیرمردی 85 ساله رو دوباره ببینه. و اون طرف زنی حدود 65 ساله منتظر اون بود. زنی که شاید وقتی در آینه نگاه میکرد خودش هم میدونست بابا قرار نیست اون دختر بچه 5 ساله رو ببینه. و سرانجام روزی رسید که اون دو قرار بود بعد از نزدیک به 60 سال دوباره روبروی هم بایستن. در سال 2010 صبح اون روز برای آیلا شبیه هیچ روز دیگه‌ای نبود. حالا دیگه میدونست بابا سلیمان زنده است، از ترکیه آمده و میدونست بعد از 60 سال تا چند ساعت دیگه قراره مردی رو ببینه که آخرین تصویرش در ذهن اون جوانی با لباس سربازی بود. آیلا مقابل آینه ایستاد. زنی حدود 65 ساله از داخل آینه نگاهش میکرد. صورتش چینهایی رو داشت که حاصل یک عمر زندگی بود. با خودش فکر میکرد بابا منو میشناسه؟ شاید این سوال عجیبی بود. چطور ممکن بود سلیمان این زن رو بشناسه؟ آخرین بار که دیده بودش اون انقدر کوچیک بود که میتونست اون رو در آغوش بگیره و بلندش کنه. و در سوی دیگه سلیمان هم آماده میشد. مرد جوانی که روزی آیلا رو روی شونه هاش میگذاشت حالا پیرمردی شده بود که آهسته با کمری خم قدم برمی داشت. اما شاید اضطراب آن روزش همان اضطراب یک پدر بود. اون هم یک سوال داشت. آیا آیلا منو میشناسه؟ قرار دیدار در پارک آنکارا در سئول بود. جایی که نامش هم یادگاری از پیوند ترکیه و کره بود. آدم‌های اطرافشون بودن، دوربین‌ها آماده بودن، همه منتظر لحظه‌ای بودن که نزدیک به 60 سال برای رسیدنش گذشته بود. اما چشم‌های اون دو فقط همدیگر رو می‌دید. آیلا از دور پیرمردی رو دید. چند لحظه ایستاد. این نمیتونست همون مردی باشه که تو حافظش داشت. مرد خاطرات اون جوون بود. لباس سربازی میپوشید. اون رو بغل میکرد و با خودش میبرد. اما مردی که حالا مقابلش ایستاده بود موهای سفید داشت و صورتش پر از چینهای سالخوردگی. 60 سال از روی اون چهره گذشته بود. آیلا چند قدم جلو رفت. سلیمان هم نگاهش کرد. مقابل اون دیگه اون دختر کوچیک نبود. زنی سالخورده ایستاده بود کنار نوه‌هاش. اما شاید بعضی از آدم‌ها رو با صورتشون نمیشناسیم. با احساسی که در ما باقی گذاشتن میشناسیم. فاصله میانشون کمتر شد. آیلا دیگه نتونست صبر کنه. به طرف سلیمان دوید. صداش زد بابا سلیمان. سلیمان آغوشش رو باز کرد. آیلا خودش رو در آغوش اون انداخت. درست مثل همون سالهای دور. اما وقتی همدیگر رو بغل کردن انگار اون 60 سال برای چند لحظه بینشون کنار رفت. آیلا گریه میکرد. سلیمان هم نمیتونست اشکاشو پنهون کنه. دستهای پیرش رو دور دخترش حلقه کرده بود و رها نمیکرد. انگار میترسید اگر دوباره دستش رو باز کنه آیلا برای بار دوم از زندگیش ناپدید بشه. آیلا میون گریه صورت سلیمان رو نگاه میکرد. دستش رو روی صورت پیرمرد میکشید. اون همون بابا بود، فقط 60 سال پیرتر. شاید حرفای زیادی داشتن، شاید هر دو میخواستن از تمام سالهایی بگن که دیگه در اون حضور نداشت. اما در اون لحظه هیچ کدوم لازم نبود چیزی رو توضیح بدن. آیلا فقط دوباره خودش رو به سلیمان نزدیک میکرد و سلیمان دخترش رو میبوسید.
قولی که روز ودا داده بود شاید خیلی دیر، اما بالاخره عملی شده بود. برمیگردم دنباله. و بالاخره به قولش عمل کرده بود. آیلا همراه با خانواده‌اش برای مدت کوتاهی به ترکیه میان و در منزل بابا سلیمان اقامت داشتند تا همه خانواده دور همدیگه جمع باشند. شاید زیباترین بخش این دیدار همین بود. بعضی از آدم‌ها از زندگی ما میرن، سالها میگذره، دنیا عوض میشه، ما پیر میشیم. اما جای اونها در قلبمون همیشه سبزه.